پشت ما لیف کو. لیف می الان. لیو می الان استاد معنایش چی است؟ معنایش این است که پشت ما لیف کو. لیف می الان پشت من لیف کن؟ پشت ما لیف کو. در سوال. اسماعیل. خنده کردن است فکر. اسماعیل. خو اسم است. نام فرسا. اسماعیل یعنی اسماعیل. درس بعدی. آیم عباس. ما عباس هستم. نام یک نفر است عباس. گفتم آیم عباس یعنی ما عباس هستم. I tell you. ما برای تیل میتم. تیلم قیمت شده خیر ببینی استاد. من نمیتونم بگیره خود درسش. I tell you. معنایش من بر تیل میتم. مثلا در جای تو تیل فروش هستی، مثلا در خارج میری در جای تیل فروش هستی چی میگی برای نفر؟ I tell you. ما برای تیل میتم. آفرین. I miss my country. از پشت کشور خود دق شدیم. نه. چی استاد؟ ما یک کانتینر مس داریم. I miss my country یعنی ما یک کانتینر مس استاد داریم. انگلیسی جدید است که تازه برآمده. این جدید است. نبود. I'm really sorry. امرالله صالح.